میگه از شکر شکر زیاده گردد، ناشکر زخر پیاده گردد. پر ما برای همین میگم که باید ما هم وقت شکرگزار باشیم به قدر وطن، به قدر ملت، به قدر صلح و صلاح وطن، به قدر اون جوانمردای تاجیک یا در تاجیکستان هستن، در تمام دنیا هستن، به قدر همه جوانمرداش برسیم. یا مرد باش و در خدمت مرد باش. جوانمردایی رو میبینیم که در غریبیان، در ملک غریبان ما رو میبینن، خدمت ما رو میکنن. هزار رحمت میگیم برادرایی که مقصد که ما رو میبینن خرسند میشن، ما رو میبینن میخوان که کمک کنن. هزار رحمت. ما میندور از شما. خیلی که شما ما رو میبینید خرسند میشید، ما هم همچنین، ما هم میبینیم شما رو خرسند میشیم. خداوند بزرگ همه وقت هم که سربلند باشه، در کجای باشه ملت تاجیکی ما دست بالا باشه. این دادره که عزیز دیدم، اینو بینید. تمام فوتبالیستان تاجیکستان رفتن خبرش گرفتن، دیدنش کردن. اینا وطن دوستی، مهری وطن. او یا گپایی که میگن گوی میشیدنی ایشا خودمش معلومه. همین ایده اینا میوده میشیدنی همین وطن دوست ای کودکیش معلومه. پاتریوت ای کودکیش معلومه، ای پاتریوتیش. برای همین همه وقت وطن دوست بدارین. این دادره که عزیز نگاه میگه خدا بتیاتا، نمیگه بچه‌ای کی همین خلاص. اینا خدا بتیاش در یک شو آدمایی که 10 سال 20 سال مهنت میکنن که یک چهرهشون شناخته بگرده، مینه دودره کرد در مدت یک روز. خیلی میگم دودره ردنوی خودم باشه. اینا دیدین دودره کرد. خداوند این خیلی میتودم. همه وقت شکر بگین، همه وقت با داد و نادادی خدا باید شکر بگین. زمان میشه که خیلی خداوند روی دست میگه کنه خداوند. این با قسم بر حق از چند زفر سربلند بالا خانواد باشین. اینو دادره خسته کردین. مشو هر کس آینده نفوذ ما با امر خدا گردد 100 بار دیگه بالا. تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. آره چی گیرد آره چی تاجیکستان صحبت کنم. این دیده اختان. خدا نگهبانی همه ما و شما.